طبق اطلاع آب و هواشناسان دوامی چند روزی پیش آمد حرارت هوا نسبتاً گرم پیشگویی کرده می شود. با اندیشه متخصصان ساحه تندرستی این حالت از ساکنان رعایت قاعده‌های طرز حیات سالم را تقاضا می‌کند. دایر به این مسئله و پیشگیری از هر گونه بیماری‌های موسمی صحبت داریم با غلام شریف، سردار ریاست تشکل طرز حیات سالم مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان. فصل تابستان امسال نسبتاً گرم بوده مسلم است که در چنین وضع اکثر بیماری‌های سرایتی میان شهروندان به خصوص کودکان و نورسان بیشتر به قید گرفته می شود که این در برابر قاعده‌های بهداشتی با استفاده غذای سالم نیز وابستگی زیست دارد. ساکنان بهر پیشگیری از خروج این گونه بیماری‌ها باید چی کار را انجام دهند و کدام بیماری‌هایی هستند که در این موسم بیشتر به قید گرفته می شود؟ تشکر. بود هوای امسال نظر به سالهای گذشته خیلی گرم شده ایستاده است و بود هواشناسان میگویند که هوا ممکن در هفته‌های نزدیک به 45-46 گرادوس رسد و این باعث سر زدن بسیار بیماری‌ها می‌گردد، هم بیماری‌های سرایتی و هم بیماری‌های غیر سرایتی. ما باید در این حرارت بلند یک چند قاعده ها هستند که اینها را رعایت نماییم. یعنی اولا یگام جا سفر کردنی باشیم یا یگام جا رفتنی باشیم در سحری، یا اینکه بگاهی در جایهای سلخین یگام جایهای سلخین رفت آمد کنیم و اگر حرارت بسیار بلند باشد در خانه ها در جاهای سلخین یا اینکه کاندیسیونرهای خود را گیران کرده در آنجا نشسته در خانگی خود را نگاه داریم. شدتناکی حرارت اکثر ساکنان را وادار می‌سازد که بیشتر محصولات خنک به مثل یخماس و دیگر موادهای چربدار را استحصال نمایند. از نظر طب در فصل تابستان استفاده این گونه غذا به سلامتی انسان چه زیان دارد؟ در فصل تابستان یا اینکه در وقت حرارت گرم بودن ما توصیه میدیم که بسیارتر از آبهای جوشانیده، شربت‌های میوگی تر و تازه و اینچنین از سبزیجات و میوه‌جات بسیارتر استفاده برند. در تمپراتور بلند یا حرارت بلند ما آبهای گازدار و خوراک‌هایی که در ترکیبشون چرب بسیار دارند یا اینکه بریان هستند از اینها استفاده نبریم. به نظر می رسد که در فصل تابستان اکثر بیمارانی به مثل دیابت قند و فشار بلندی از گرمای زیاد رنج می کشند. به نظر شما مبتلایان کدام بیماری ها باید در چنین فصل احتیاطکار باشند و از کدام عامل های پیشگیری بیشتر استفاده برند تا به سلامتیشان زیان ناورد؟ اساساً در گرمی زیاد بیماران دل، فشار بلندی، بیماری های قند، بیماری گرده و اینچنین بیماری تربات، ریوماتیسم بسیارتر احتیاطکار باشند که به ارگانیسم آنها گرمی یا حرارت بلند تاثیر منفی خود را رسانیده میتوانند. در انجام صحبت با ساکنان چی توصیه علاوگی دارید که بیشتر به آن رو آورند؟ اساساً توصیه من یا اینکه مرکز تشکل طرز حیات سالم در آن است که ما باید خود و نزدیکان خود را در فصل تابستان احتیاطکارانه نگه داریم، چون که کودکان در این فصل می توانند از حرارت بلند به بیماری های شکمروی، قید کنی و اینچنین حالت می شود که تمپراتور بلند می کنند. از اینها احتیاط نماییم و بسیارتر انسان هایی هستند که مظلم هستند
یا پیرونسول‌ها هستند یا اینکه اینوالідها هستند باید یا سحر بر وقتی یگام جا سفر کردنی باشند و با خودشون آب‌های جوشانیدگی گرفته گردند و اساساً در حرارت بلند ما توصیه میدیم که تماما از خانه‌های خود نبرایند، در خانه‌های خود نشسته کندیسنرهای خود را گیران نموده در آنجا شینند، چون که حرارت بلند باعث سر زدن همه بیماری‌ها می‌گردد. تشکر. بینندگان عزیز، خاطررسان می‌شویم که هم صحبت ما بودند غلام شیرов، سردار ریاست تشکل طرز حیات سالم مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان.